سلام، با خانم سیم صحبت میکنم. خانم برای ماشین فروشیتان زنگ میزنم. امروز ماشین را دیده میتوانم؟ خوب نباشد بعد از 1 ساعت در نزد بیمارخانه دولتی بکاس حاضر میشوم. تا بازدید. می آمده باشد. آقای تونچر؟ خودی خودش؟ خانم سویم؟ بله، خیلی خوشحال شدم. ماشین همین است. نو بر این می نماید. بله 19,000 گشته است. اگر اجازه دهید برای امتحان 1 بار رانده بینم. البته. مرحمت. مرحمت؟ minnatdorم. خواهش میکنم. با چی کار مشغول هستید؟ معلمه نفقه خورم. شما چی؟ صاحب کارم. لباس های کودکانه میفروشم. چخیل نقص. لبه دخترم. نه، حاضر ماشین رو سنجیده استودهیم. مایلش دخترم به تو خبر میرسونم. تو بازدید. خدایا، با کجا اومدیم؟ دیر شد. اجازت باشد برگردیم؟ شما هم میشنوید؟ چی رو میشنوم؟ از مطار 1 صدای بی ربط میآید. چرا منو به این بالای کوه آوردید؟ آقای تونچر، التماس برگردیم، دیر شد. مطار خوب بوده است. کنی بینیم چرخ احتیاطیش چی؟ کافی است اکنون آقا. جای آمده همون رو بینید؟ چرخ احتیاطی رو مانید. ماشین رو میگیرید یا نه؟ اگر نگیرید من میروم. میگیرم خانم سویم، میگیرم. هم ماشین را هم جانت را میگیرم. آرام شو خانم سویم. التماس بابا کار نشوید. ماشین از شما، ماشین رو گیرید. مردم به من یاری دهید. جن شو لعنتی.
خوشم سراسی اومدم. من شام. خیریت. این مراتب هم رد کنی میبینی. من تا حال رازیگیم را ندادم. این دامو چاندم درمون 2 خال کم شد. رفیق سردار التماس ایرود نگیرید. خوش آمدید. مرحمت بچه ها. آباد خوش باشه. باشید. خوش دیدیم. به همه سلام. های جانکم خیلی زیبا شده ای. سلام. خوش آمدی. خیلی زیبید است. تو هم. سردارم این دفعه سر و لباسم چه خیل؟ لباسایت این دفعه معقول. اما برای گالستوکت 1 خال کم میکنم. بچه ها به رفتار سردار اهمیت جانم. ندهید. بعدی بازی های المپیاد همین خیل شده است. خودش را داوری میدان حس می کند. درست می شود انشاءالله. یا خدا پای هنر. جوگر ماشین نداری؟ ممکن یک چند روز پس باز یک تا بیارم. 3 سال باز رو میگفت. همینطور درست نگفتید. با اجازت. چی هم می گفتیم؟ پسرمون لباسش را درست کرده است. اکنون می بینیم که برای خانه‌دار شدنشون مانع نمانده است. دخترم برای من 1 پیاله آب آورده میتوانی؟ نه چی میگفتیم؟ لا حول ولا قوت. می گفتیم که با خواست خدای و با قول پیغمبر. الپرین کی رفته بین من عینکم را در ماشین فراموش نکردم. چقدر عینک داده؟ شما عینک نمیمونه؟ خدایا صبر. آقای نجیب، دخترتان حلیمه را برای پسرمان یگیت میخواهیم. آبم اومد. آب میداده از جا شد دخترم. شکر. نوش جون. دخترم برای اکه گیتت هم آب بیار. باید پسان 1 پیاله آب خنک نوشد. اساس نوشیدن گیرد. سردارم آخر ترحم کنید. اینقدر مرا عذاب ندهید. یگید تو با من گپ نزن خاموش. ای ماند آخر ماند از برای خدا. با کاری کردت همین بود. بچه رو دیوانه کردی. آفرین به تو نجیب. اکا جان ببخشید سردارم اگر به من دلتون نسوزد آخر به این کودکی معصومی بیگناه به این شیرینک بفهمید به این یتیم. بله به این یتیم بیچاره آخر رحم کنید. حاضر گیری هم میکنم. نیستید 1 فکر کنم. خوب نباشد دادم و رفت. خدایا خدا جان شکر نامد. ایستا با تو ندادم. چی؟ چطور؟ یعنی حلیمه رو با تو ندادم. نجیب پس نباشد به کی دادید؟ با این کودک، با این بیگناه، با این شیرین، با این یتیم؟ با این کودک بیچاره دادم. برای عائله تو شدن نیه. با این کودک مادر شود گفته دادم.
پسری امک؟ چخیل تو زکی؟ وای کی بر اومدی؟ برای چی خبر ندادی؟ اومده تو رو میگرفتیم؟ دیروز بار اومدم. بیا در رو یک چای نوشیم. چی خوردی؟ چی نوشیدی؟ در کجا دین شب موندی؟ در هر جا. کجای پیشم؟ بیا کمی در زودی شین. نیمی شب ناراحت نکنم گفتم. فکر کردت رو بین. تو مهمتر هستی اکا جان. من تو رو بسیار این دونچر نیست؟ خیلی هم 5 سال گرفته بود، معلوم که بر وقت جوابش دادند. برای چی رو حبس کردن؟ دزدی، زدن، زخمی کردن، هر کار از دستین میود. یک حیوان است. خیریت که خوبش برد. شما چی گفتن میخواستید رفیق سردار؟ به خدا سرم گرنگ شد. خدایا حاضر بیهوش میشوم. آقای گیت کن اینجا بیایید. بیا حلیمه تو هم بیا. خیزید چی میگفته باشد؟ خدا رو شکر. چی کاری که کردم برای شما رو دوست داشتنم کردم. برای قدر یک دیگر رو فهمید گفته کردم. برای من تو حلیمه از نوربانو و توی گیت از الپرین فرق ندارید. شما هم همکاران من و هم فرزندان من می باشید. یگان خطایی کرده باشم ببخشید. پسرم کجای تو بی خطاست. الپرین کن انگشتر اینها رو بیار. انگشت درو مبارک شد. الها خوشبخت باشید. یک عمر خوشبخت باشید. دستتان رو ببوسم. دخترم تبریک میکنم. تشکر. خوشبخت شوید حلیمه جان. خدا شما را از یکدیگر جدا نکند. تبریک میکنم جانکم. تبریک. بابا در کجا پیدا کردید؟ وقت شنیق است؟ خوب حاضر می آیم. نجیب آخری خیل نمی شود. نه روز شنبه هست و نه یک شنبه. چی شد رفیق سردار؟ غاصبی و باز یک جنایت. یکیت بیا رفتیم. سردارم کودکم بیمار است. داغش را فراموش کردم. حلیمه نباشد تو با من بیا. یکیت پسان همراه می شود. رفتیم. رفیق سردار اگر اجازت باشد لباس هایم را عوض کنم. خوب. یک لحظه. تشکر دادر. از سلما یگان خبر است؟ با برادرش می ایستد. وقتی که تو با حبس ششتی او رو خواستند به شوهر دهند. سلما نخواست. چیکار کند؟ مثل توفیل خور زندگی میکند. زندگیشون چطور؟ چه خیل بشود از گرسنگی جانشون به لب رسیده است. ای مایلش 3 سال در درون چه خیل طاقت کردی اکا؟ البته روزها آهسته میگذشتن. چه خیل طاقت کردم. هر ثانیه برادرم سنجر را خونالود افتیدنش را در یاد آورده طاقت میکردم. این در زندگی از همه شخصی دوست داشتم را از من جدا کرد. یگیت اکنون نوبتی اوست. همه خیل عذاب میدیم که خودش برای مردن التجا کند، زاری کند. چیزی که لازم باشد میکنیم اما بچه. دستی خونی برادر سنجر نگرفته نمیموند. سلاح لازم.
در این جاها یک حامد لز بود، میشناسی؟ البته میشناسم امک بچه. خانه‌اش مثل انبار سلاح است. سلاحی نیست که او نفروخته باشد. تو پول را نشان ده کافی است. آخر با تلفن صحبت میکردیم. در ماشین بود. مشتری ماشین رو امتحان میکرد. گفت بعداً با مادرتون زنگ زدید خانم آیا؟ زنگ زدم لیکن جواب نداد. در فکر موندم. بعد شما زنگ زدید. سردار نام قربان شده سویم کازانچی برای ماشینش رو فروختن با یک مرد وافرده است. معلوم است که قاتل خودش رو ماشین خر گفته است. چخیل کشته است؟ با سرش با یک چیزی سخت زده است. جسمی که استفاده کرده است پیدا کردید؟ متاسفانه نه. مادر جان، مادرم رو دیدم. آروم شوید خانم. باری آخر آروم شوید خانم. التماس دیدن میخواهم. حلیمه با بچه ها گویی که دختر رو به خانه. مادر جان رفتیم شما رو به خانه میبرم. مادر جان. سردار در اینجا یک چیزی عجایب بیافتیم. بینید خوب میشود. چیزی که خواهی هست اکا باور میکنی 14 میلیمتر 16 میلیمتر 765 چیزی که خواهی تو با اون معقول شو کافی است. انا در اینجاست. چی خیل شما حامد اکا با اشتهای تو؟ این امک بچه هم تونچار در بارش با تلفن گفته بودم. نو از حبس برآمد. چی میخوای از من؟ چیز با آریت میخواهم. ما هم کلوش نمیفروشیم. با آریت میخواهی و از نرخش خبر داری؟ پول داری پول. میخوای باشه یک دیگر رو میخواهی. خیلی خوب نباشد من رفتم در قهوه خانه. خیر نباشد نزدیکتر شین. گیر سردار این چیزهای مقتول است. آنچه که میخوانم راست است. بله راست است. زود دیگه درست زن که به امنیت بیاید. الو یگید زود به شعبه امنیت آمدن لازم. وضعیت خیلی مهم است. چی شد بخیر است؟ حاضر گپ زدن نمیتوانم. بیا همش رو میفهمی. باشد حاضر میآیم. دیوانگی را بس کنید. این چی غلاغله؟ از خود رفتند بچه هایت. جمع شوی لعنتی ها به خدا گوشتان رو میبرم. ها ندارد. بیا برادر بیا. گذر برادر. وای وای وای. من ماشین را یک سو میگذارم. بخیر است سردارم. تاجیلان جر زدید. مبارک شود. پیغام دوستت. از پرنده حبسخانه و کمیسر یگید سلام. از کجا یافتید این را؟ از جسد زنی که امروز کشتن پیدا کردند. کاری حبسخانه. فکر میکنم که قاتل مانده است. معلوم شود که دوستت از حبسخانه برآمده است. کی بودن یا رو میدانی یا نه؟ از برای خدا نمیدانم سردارم. کدامش باشد؟ آخر نیم حبسخانه را من پر کردم.
خیلی از این کرد رمبو خیلی تیز است. سری شخصی را با این بوری بعد از 1 ساعت خبردار می شود. با غلافش 500 لیره. این 14 میلیمتره از یک سردار سیاهکاران پیشینه است. قیمتی خاص دارد. تو بیگانه نیستی. یگان نفر رو کشتند از این. سلاح تازه است. تازه هم شده میتواند چرکین هم 1500 لیره دهی می شود. فرق ندارد. تازه بودنش هم مهم نیست. برای لعنتی ها بیرون برایت. یا خلها برایت. با من یک چیزی وزنی تر لازم. چخیلش؟ یک واخوری خونین دارم با یک پلیس. برای یک آدم کشتن سلاح نمیخواهم. برای قیر کردنشان از تو پولی میاد میخواهم. فهمونده تو نیستم. خیل دهشتناک است، اما با خود گرداندنش مشکل می شود. از همه بهتر اینش را گرمی. با غلافش دقت را جلب نمی کند. چیکار چی فکر می کنند تو را؟ عالی جناب، مثل دختر است ماشاءالله. اگر حجا از اگری باشد او یک عمر از حبس نمی براید. نوری کرمی هوابارانک باشد. او آخر سال گذشته از بیماری سرطان وفات کرده بود. باز یگان کس به یادت میآید؟ نه، به یادم نمی آید. پرونده های جنایی رو بینیم چی؟ فکرت خوب است. پرونده جنایت ها رو بیا بینیم. ولی من تو گفت کن. از حبسخانه کسانی که گریختند و هفته گذشته نفرانی که آزاد شدند روی خطش رو روان کن. سردار، این زن دیروز شکایت کرده بود. با جنایت سوم که زن چی علاقه دارد میگوید. با شما صحبت کردن میخواهد. مرحمت خانم. در تلویزیون دیدم همونی که آن زن رو در جنگل کشته پرداخته است. آن مرد رو دیدم سردار. چطور؟ من برای ماشینم رو فروختن اعلان دادم. دیروز زنگ زده بود. وا خوردیم. سری چنبر نشست. نگاه کردم که در جنگل هستیم. چی کار کنم گفتم. آن مرد شبهناک بود؟ نه، خیلی مردی خوش معامله، اما چشمانش مثل مار نگاه میکرد. نباشد چه فهمیدید با جنایت علاقه داشتنش رو؟ مرا هم به همان جای جنایت برده بود. یک زمان ماشین پلیس نمایان شد. نگاه کردم که غیب زده است. خب اگر بینید او را میشناسید؟ البته میشناسم. من پاورمن. اوچا اگر این خیل رود این بچه سرش رو میخورد. پسرم بازیچه رو من خوراکت رو خور. روزی گذشته معلم زنگ زده بود. در مکتبتان دزدی شده است. الپرین، یا خدایا چی خیل دزدی؟ بازیچه های طلبه ها تلفن هایشان را دزدیدند. از دزدی بدتر چیز نیست. خدا نگهبان. فهمم که پسری من با اشک چشمش نگاه نمیکنم و پلیس میدم. اوش شما نمیکنید. میدونم، لیکن وقتی رفیق انتخاب میکنید با دقت باشید. شنیدی الپرین جون؟ فهمیدم اوجا. داد نزنید. چی شد اوچا؟ بوزیگون به اخلی کرده است.
گیر کنی طبقچه ها رو جمع کن شد. کنی بینیم نجیب چی میگفته باشد. این هم به واقعی دیر زمان بابای مرد ساعتی چند واخوردید؟ 11. در کجا؟ در مسلک. خیریت که آسان خلاص شده است. استعجال نکن. عکس‌های شوپانوگ رو نشون میدیم. ممکن از عکس میشناسد. فهمیدم. سردار آوردم. گذار. شما نشان دید. شاید که بشناسد. خانم ایتن نگاه کنید. مردی که دیدید در اینجا است؟ بهوده به سر خودم بلا میارم. اگر آن مرد را میشناسم گویم مرا یافته میکشد. اگر همان حادثه بر سر من میومد چی؟ میشناسم گویم یا نه؟ لیکن عکسش هم در اینجا نیست. نه آقای سردار در اینجا نیست. ای بلا زند. رفیق سردار اون مرد رو چگونه میابیم؟ یگان دلیل نداریم. خیلی که فهمیدم شخص شوپانوگ اعلان زنها رو میکوبد. بلکه اگه اعلان ساخته دهیم او رو به خودمون جلب میکنیم. لیکن صدها اعلان است سردارم و از این اعلان ها هزارها جواب می آید. یگید لبه سردارم به سرت یگان فکر دیگر می آید. وای آخر نه این خیل باشد با اجازت سنجیم. چی گفتی؟ اطاعت سردارم. علی من تو زود اعلان رو تیار کرده برای چاپ روزنامه پگاه رسان. فهمیدم. شب بخیر. شب بخیر. یا تو با خانم ایتن گپ زن. پگاه به اینجا بیاید. کسی که برای اعلان زنگ میزند صدایش رو گوش میکند. اطاعت سردارم. سردارم شب بخیر. سرم باز این دردی لعنتی. در یک ماه به چه احوال در آورده است پیش دامن را چشمم هم نمی بیند. خوش آمده دادا. پسر شیرم. خوش آمده دادا. اوه تالار این خیلی خوبتر شده است. دستتان در را نبیند. زنک باز چی شد؟ چرا تیره اهمیت نمیدهی؟ خوش آمدی. بچه ها شما به اتاقهایتون وظیفه خانگی رو تیار کنید. شبی خوش. شبی خوش. یک لحظه باش خانه بیا به تو گپ دارم. معلوم شد که زنکمون باز خبری نو دارد. خوش چی شد زنک؟ امروز سرلوحه خبر چیست؟ دزدی. کی کرده است؟ پسرمون الپرین. زنک تو چی ها میگویی؟ معلمش زنگ زده بود در مکتب دزدی. از صنف الپرین رابط بازیچه یک بچه گم شده است. رابط بازیچه را دزدیدن نمیتونم؟ بله رابط بازیچه. مرحبا
من گوش کن لعنتی. یا دیدت رو فراموش میکنی یا تو رو در این اتاق میگذارم. انتخاب کن. آقا جون، ما هیچ چیز رو ندیدم. همش رو این رو گیر و غیب زن، در نظرم ننمون. در این سین و سال دوزی به سرمون اومد. شرمنده میشوی. به بچه‌ات اهمیت نمیدهی. زنک، تو باوری داری؟ این غیر امکان است. پسری من دوزی نمیکند، کرده نمیتواند. شنافهمی شده است. من پگاه رفته با روبر صفش کم میزنم. خدایا پگاه چی میشود؟ چی شد بنای؟ نمیدانم چرا خواب نمی کند. چی درد داشته باشد؟ این خیلی نگویی. تو چه شکایت میکنی؟ من نمیدانم حلیمه. این خیلی نمی شود. با گپم گوش کن. باید این کار رو رسمی کنیم. نکاح همون را میگویم. باید انجام دهیم. چی؟ آخر چی را انتظار میشویم؟ یعنی باید خانه دار شویمان رو رسمی کنیم. خانه هایمان رو یک میکنیم. تو هم راحت میشوی، من هم. تو که البته راحت میکنی، لیکن من هم راحت کرده میتوانم یگید؟ میشود. همش خوب میشود. لیکن بعد سردارمون چی میگویند؟ چی میگوید؟ هیچ چیزی نمیگوید. خدایا مدد کن. خیلی پشیمانم. چی میشد پدرم به مکتب نرود؟ وعده میدهم دیگر دوزی نمیکنم. پگاه رابط رو برد نگردونم. حلیمه، تو حجتت را با من تی؟ من رفته روز نکاح رسمی را معین میکنم. میشود. زود باش. میشود. حلیمه، شناس آمد رو برار. من به تو یک قهوه کنم. خستکیت رو برارم. مایلش. به خدا با یاری تو همش خوب می شود. مرحمت. حلیمه، اینقدر زیبایی. با خواست خدا چون این فرشته زیبا نصیب من می شود. خدایا با تو خاندار شده خوشبخت می شوم. خاندار می شوی آقای یگید. به نکاحت با ماشین عروسی آمده. با تابوت می روی. انتقام برادرم را از تو میگیرم. تو پگاه برای تیار کردن لباس عروسی مشغول شو. از پگاه؟ بله. چی شد؟ آنجا کسی هست. چراغ را خاموش کن. کیست در آنجا؟ کسی باشی برا. تو انیق کسی رو دیدی؟ بله، در اینجا یک مرد بود. شاید به نظرت نمود.
باز همون پرنده؟ پرنده حبسخانه انتقام برادرش را میگیرد. تو کیستی لعنتی؟ کی هستی؟ تو کی هستی لعنتی؟ تونچر؟ تو کی بر اومدی؟ فرقش چی بر اومدم؟ شرط ناموی آزاد کردند. من را مان خدا چی خیل می شود؟ برادرت سنجر را گوش کردی، حیات خودت را، حیات من را هم سوزاندی. احوالمون از محبسم بدتر. در همین جا زندگی داریم. برای بردن تو آمدم سلما. کیست در آنجا؟ من اکنون با تو نمی روم. اگر باز سرت را در بلا مانی، من باز بخونم و در میمونم. ببخش مرا تونچر، همش تمام شد. میرلی گفتم تو از من هستی، زنم هستی، زنم. پیشی خیل نبود. برای 3 تنگه کاری ناحق کردی. برادرت را گوش کردی، مرا شرمنده کردی. هیچ کس حق ندارد برادرم را وسواسی گوید. تو هم فهمیدی؟ دستم را سرده، رو از اینجا. سلما، با تو میگویم با کی گپ برادرم میزنی؟ نامده، دفع شو از اینجا. ناز نکن، رفتیم. ای لعنتی، چرا آمدی؟ حاضر من با تو نشان میدیم. دفع شو از اینجا لعنتی. نباشد تو را 2 ترسی میکنم. شیطان، گم شو. چند روز باز از تیمور خبر ندارم. دیوانه میشوم. یگان حادثه روی داده باشد. بیهوده خواطر میشوی. کودکی دیروزه نیست که چند سال باز در پلیس. خواطرم چون که به شبکه مواد مخدر در آمده است. اگر فهمند که پلیس است، خدا نگه دارد. خوابی خوش دخترکم. با پیرانو هم خوابی خوش بگوی. شبی خوش جانکم. الو تیمور، شکر خدا. حاضر با کی روز در بوره تو کب میزدیم. در کجاها میگردی جانم؟ منو خیلی خواطر کردی. انسان نباشم تو را میده میکنم. اکا صبر کن، من او را میرانم. نزدیک نبیای اکترکستا. از دست من خلاص نمیشوی. اکا جان، اکا جان، تو چی کار کردی؟ پلیس. اکا جان، این دفعه تبر را به سنگ زدی سمت. اکا جان، با بیمار خانه برید. اگر پلیس یک چیز شنود برگشته می آیم. در پیش چشمانتان برای ذوق خود این کودک را عذاب و شکنجه می دهم. پس آن به خانه اتان بنزین ریخته آتش می زنم. فهمانده توانستم. وسواسی خدا زند تو را. آقای نجیب، آفرینتون بچه خوب است. عقلش خوب کار میکند. اگر به درس دقت دهد. معلمه، پسرمان عقلش همگی یک وجب است. به خدا کمی همی خیل. تو بازدید. با درس موافقه. ای دادم. چه حال دارد بچه ها؟ چرا آمده؟ ها دادا، سهر در مکتب چکو میکنه؟ در مکتب دزدی شده ایستاده است. با معلمتون گپ زدم. البته او را دستگیر میکنی. وای دادا، من با درس دیر میکنم. تو بازدید. چرا زود رفتم فرین؟ مراد، تولگه رو ندیدی؟ نه نامده است. امروز کسل بوده است. وقتی کسل شدن است، بازیچه رو داده از این درد خلاص می شدن. تماما سوختن. تو مگر به درس زیر نماندی؟ ای دادا، وای رفیقم بازیچهش رو به من داده بود.
او رو باید برگردونم. کسل شده است. سوختم میگفتی چرا؟ کی من؟ نه دادا چه علاقه دارد؟ چه کار کردم که میسوزم؟ نه شنیدم که خیلی میگفتی. به هر حال هوشیار باش مایلش. درباره دزدی یگان چیز شنوی به معلمت خبر رسون. فهمیدی؟ فهمیدم دادا. خیلی من رفتم. اینش هم نی خانم ایتین. از سحری باز این چندمی نشست. یگان پیشروی است؟ نه رفیق سردار یگان پیشروی نیست. یکی در کجاست؟ به جای های رفت که با ماشین های دزدی سر و کار دارند. جواب ده. الو. سلام. در روزنامه اعلان ماشین فروشی دیدم. ماشین چقدر گشته است؟ ببخشید. ماشین رو کمی پیشتر فروختیم. خدا حافظ. اینش هم نیست. رفیق سردار این خیلی نمی شود. لابا یگید. سردارم ماشین معلم سیوم رو یافتم. صدای جنایتکارا چی؟ کوفت و کوب داریم سردارم. یگان نویگری شود به شما البته خبر میدیم. این ماشین را کی آورد؟ لعنتی! به خدا نمیدونم. سرکمیسر آلات جنایی را پیدا کردیم. نگاه کنید خونالود است. زود به تشخیصگاه جنایی روان کنید. کنه بینیم یکم چیز میبراید. شما هم اینها را ببرید کمی مهمان میکنیم. اکا من بیناموس نیستم. گپ نزن راگر. امک بچه از سحر باز چای می نوشی؟ گیر من شربت افلسان. این باز چی هست؟ هوشت به اعلان ماشین ها شده است. پول را یافتی البته ماشین میخری. امک بچه پول گفتم در یادم اومد. کمی به برادرت دیهی نمی شود؟ نمانده است امک بچه. چی کار کردی اینقدر پول بسیار رو؟ به سلما دادم. احتیاج داشتند. کمی طاقت کن تا بگو یگان کار میکنم. از دستی زن ماشین فروشی نو. آنه این خوب است. یک زنگ زنیم چی؟ فروختید؟ من زیادتر میدادم. نه تشکر. این فکر کم نبوده است. ممکن یکی دگان چیز یافته باشد. خوب که باشد از این زنگای تلفن هم دست میکشیم. با خدا که خوب میشود. خانم ایتین شما رو خسته کردیم. جواب دیم رفیق سردار. این آخرانش میشود. جواب ده. الو مرحمت. سلام خانم. همون. بله منم. برای اعلان ماشین زنگ بزنم. ماشین را دیده میتوانم؟ البته. بعد از 1 ساعت در ایستگاه مترو لبن شده میتوانید؟ بله. بعد از 1 ساعت میبینیم. خدا حافظ. انیق همین بود. از آوازش شناختم آن مور چشم رو. این بیناموس رو دستگیر کنید. لیکن التماس ما رو با این کار همراه نکنید. خیلی میترسم. خانم ایتین شما راحت باشید. ما شما رو اگر نخواهید نشان نمیدیم. بچه ها خانم ایتین رو تا خانهش گسیل کنید. اطاعت سردار. مرحمت خانم ایتین. تشکر به شما. حلیمه کار با تو ماند.
بینیم تو را. خواطر نشوید رفیق سردار. قاتل را دستگیر میکنیم. سنجش. مرد همه چیز آماده است؟ آماده است. برای کار. تشکر. خوش آماده هستی؟ بله سردار. ما تو را نظارت میکنیم. باز بچه ها با جهازدان تپانچه گذاشتن برای احتیاط. فهمیدم. فراموش کردم. دری از طرف راست از درون شده نمی شود. جهاز گوشکنی را سنجه. سنجش یک دو سنجش. سردارم از بغاج ماشین یک فیشن پیدا کردیم. برای ایزی دستش را معاین کردن به سنجش فرستادم. نفره که با حال ما وو میخورد حتما همان آدم شده میتواند، زیرا خانم ایتین آوازش رو شناخت. حلیمه انیق رفتن میخواهی؟ اگر نخواهی یگان نفری دیگر رو روان کنیم. من کودک هستم مگر غم نخور. دلم خواطر است. چی شد؟ قهرمان ناترسمون رو ترسی خاندار شبهش سر شد مگر؟ روز یقن نکاح را معاین کردم. من هم لباس عروسیم رو گرفتم. اولین خطر را پس سر کنیم، پس آن همش خوب می شود. اصلا غم نخور. اگر خدا در تقدیر ما نوشته باشد همش خوب می شود. نکاح هم می شود و خانه هم می شود. حلیمه اگر یگان خطر حس کردی چراغات را روشن کن. فهمو؟ غم نخور. خدا خواهد همش نظم می شود و آدم را انشالله دستگیر می کنیم. بش کن خودت را به یگان کار خطرناک همراه نکن. حلیمه این بچه به تو شوهر نیو سردار محافظت می شود به فکرم. زیق نشو. این عملیات گذرد نه غم نکاح میماند نه توی نه غم اول ماه ازدواج. نمیدانم سردارم چرا دلم اینقدر خواطر است. عجایب. غم خوردن خوب است، از یاد نمیبراید. در فیشنگ ایزی دست مانده است. کمیسر یگید انتظار خبری ماست. گفته ایستادیم کمی وقت میگیرد. خانم لیلا؟ بله. برای ماشین. من علی اوزگون. خیلی ممنونم آقای علی. شما خوب هستید؟ چی کاره هستید؟ من معلم صنفای ابتدایی. خیلی خوب. شما؟ من در یک بانک کار میکنم. شعبه قرضه‌ای. ماشین همین است؟ نزدیکتر کن او را. چی شد؟ شناختی او را؟ چهره‌اش بیگانه نیست سردارم. در کجای دیدم؟ ماشین نبست. خیلی تازه بوده است. بله ماشین اویلوی خیلی کم مصرف. من یک کودک میده دارم. حواس ماشین دارد. خدا نگهبانش. خیلی شیرین است.
با خانومم چند سال باز کار کردیم. 3 تنگه جمع کردیم. گفتیم هم پسرمون رو خوشبخت کنیم هم کارمون رو بینم. یک امتحانش کنم؟ البته مرحمت. رفیق سردار، این مرد شبهناکمون نیست، چون که او خیلی خوش معامله. با دقت باش حلیمه. خیلی تازه در درونش سیگار نکشیدم. بخشش در اونجا چیزهای شخصی هم هست. شما ببخشید برای به اجازه دست زدنم. ها، پیشه که شما را آگاه کنم، متاسفانه در این روز دستش بیرون است، تنها از بیرون کشوده می شود. یک کمبودیشی باشد، هیچ گپ نیست، ساز میکنیم. شروع میکنیم. گفتم که هوشیار باش. ماشین صدمه کرده است؟ نه خدا شکر، صدمه نکردم. ببخشید این قدر سوال بسیار میدهم، سرتان رو گران کردم. استغفرالله، البته سوال دهید. چی شد؟ چرا از راه اساسی بیرون بر اومدید؟ در این جای بی آدم چی کار میکنیم؟ در پایانتر یک استای شناس است. با وی هم ماشین رو نشان میدیم. اگر وی هم خوب است گوید دست میدیم. یگان مشکلی نیست همین طوره؟ نه چقدری که خواهید. سردارم، آنها به کدام طرف رفتند؟ آنها به کجا میروند؟ شاید شخصی میگوید اگر من همین آدم باشد دیگید. اما با دقت باشید، به خدا گیراه ندهید، فهمیدید؟ با دقت باشید، هوشیار باش. چی شد؟ چرا در اینجا ایستادیم؟ مثل که از پیش از موتور یک صدای بی ربط میبراید. سردارم، این آدم چیکار میکند؟ باز کمی صبر میکنیم. بیایید بینید یک آواز عجیب. نه همش خوب، فقط در این طرف از درون کشوده نمی شود. گفته بودم که این کاری آسان. حاضر یک لحظه. خم شده گوش کنید. از این طرف صدا میوید. سردارم وای به حلیمه یگان ضرر میرساند. زود عمل باید کرد. ایستا، اینقدر شتاب نکن. با صبر میکنیم. خدایا، من این آدم را از کجا میشناسم؟ آخر پیدا کردیم. جنایت پیشه تونچر چیتین. برادر سنجر چیتین؟ یگید کمیسر، صاحب زیدت رو یافتیم. تونجر چیتین 3 سال پیش برادرش رو در یک درگیری پرونده بودید. برای همه شما رو بد میبیند. هفته گذشته از 7 بار آمده است. اکنون همش فهمم. چی شد یگید؟ همان نفری که در از حلیمه از نامش تونچر چیتین میباشد. و تو چی که نداشته است؟ برادرش با پلیس تیرپرانی کرده بود. من هم او را پرنده کشتم. آقای علی، من یگان صدایی نمیشنوم. نغزکه گوش کنید. وقت خیلی کم است. پیش از آن که به حلیمه ضرر رساند ما باید دخالت کنیم. سردارم، یگان صدایی نیست.
صدای ماشین. تو پلیس هستی لعنتی. حلیمه ایستا پلیس. خود را پرداخت. نزدیک نشوید. سرد دختر لعنتی. تونچار تسلیم شو، گریخته نمیتوانی. ایستید گفتم. خفا روید، نباشد مثل گوسپند قربانی سر میزنم. خفا گردید گفتم. را سرده مرا گیر، با تو من در کارم. غم مخور، با تو هم نوبت میرسد. دختری نامزدت همین است؟ حاضر کیفیتم بسیار شد. اگر نخواهی که سرگذشت برادرت را تکرار کنی تسلیم شو. اکنون نوبت من آمد. 3 سال باز هر روز خیال امروز را میکردم. برادرت جنایتکار بود، وای حق مردن داشت. و عوض جان برادرم جان این دختر را میگیرم، دندان به دندان، خون به خون. هیچ کار کردن نمیتوانی. هیچ نهایت نباشد گردنش را میبرم. یگید به من کمک کن. نزدیک نشوید گفتم. دختر را با پایان میپرتایم. من او را میپرانم سردارم. این کارو نکن یگید. با این کارات به مقصدت نمیرسی تونچر. چرا نه؟ نگاه کن به جری رسیدین. خب نباشد سلاح را میپرتایم. اگر دختر را سر دهی تو را رها میکنیم. سلاح را به طرف من پرتو. مایلش پرتو گفتم. معلوم است که این دختر را ناز میبینی. تو بر اینها را چی میگویم؟ عاشق دیوانه. خودش میبینی. حلیمه احتیاط کن. حلیمه حلیمه خوب هستی؟ خوبم. شکر. خدا رو شکر. فکر کردم که از جری میرفتی. در وقتش رسیدیم. تو کاری کردت را فکر میکنی؟ چه سلاح را باوی میدی؟ اگر میپران چی؟ کسان هستی تو؟ سردارم، برادرتان را اصلا خوب خودتان میشناسید. این برادرتان دوست داشتش را چه خیل میپراند؟ هرگز نمیپراند. از او تنها این باقی مانده است. قوه جریان آب خیلی سخت است. ممکن او را آب برده باشد. از این نوچه‌های پرتغیان زنده ماندنش غیر امکان است. خوراک ماهی ها می شود. همین قدر هیجان برای امروز کافی است. بیایید رفتیم. با ورمنی دوست داشتم. متاسفانه این روز جدا می شویم. چیکار کنم؟ پدرم نمیخرد. من همین خیلی گفتم. لیکن کاری کردگی هم دزدی است. برای همین چی خیلی که نباشد دزدی خوب نیست. دزدها را خدا هم ناز نمی بیند. پدر مادرم هم. از همه خوبش تو را به صاحب برگرداند. الپرین احوال چی خیل؟ عقلت را خورده ایم اگر؟ چرا با بازیچه گپ میزنی؟ خوبم. با گپ میزنم فرق میکنم. تولگا گوش کن. رابطی من افتانده بودی. از کجا یافتی؟ یعنی یافتم.
چقدر گویم که گرفتم. تشکر. زیاد فکر کردم که کسی را دزدیده است. من بهوده چون فکر کردم. دیدم که تو آوردی. خودت فهمیدی. وای یک چند روز بازی کردم. من رو ببخش مایلش. بخشیدم. و تو بر این رفیق بخشیدم. هر وقت بازی کردنگی من رفته به معلمه میکنم. بازیچه رفت. خیلی خوب شد. با خدا راحت شدم. سوده الپرین رو ندیدی؟ باز گم است این بچه. دویم از قفای میدوامم. حاضر در اینجا بود. با روبرت دستش بازی میکرد. دوگانه برادری عجایب داشته ای. اوف این قدر عذاب داد. از برای این به نیکوی اکای گید و اپای حلیمه دیر میکنم. با صرفش رفت. بیا بینه بیا. در هم اینجا بوده است. در کجا بودی دردی سرم؟ چی شد اپا؟ با نیکوه دیر میکنه. چه خیلی نیکوه؟ با نیکوی اکای گید و اپای حلیمه. سوده تو هم همراه ما بیا. البته این خیلی باشد رفتیم. انا شد. توف هزار شکر. جانی من به خدا مثل ملکه شده ای. خدا از همه تان راضی باشد. شما نمی بودید نمیدونم چی کار میکردم. این گپ ها رو مو چرخ زد. ببینم ماما خدایا اپای حلیمه چقدر زیبا شده. الهی این روز بسن شما هم بیاید. لبای مرحمت معلمه. یعنی بازیچه گم شده پیدا شد. دوزی نبوده است؟ مایلش معلمه. خیلی خوشحال شدم. و شما هم. اوه خدایا این بچه گنرالی من اینقدر زیبا شده است. اوه از حد گذاروندید کو؟ مگر این خیلی می شود دخترم. هر دویتون دل و جانی منید. اوچه جان این قدر زیبا شده. مبارک شود. نصیب کنه. دادا من رو ببخش. شرم کردم با تو گویم. برای همین این مکتوب رو نوشتم. انشالله خونده من رو میبخشی. الپرین تو در اینجا چی کار میکنی؟ هیچ دوچه دادم رو میگفتم. پدرت ریش میگیرد. حاضر اگه یگیتت میآید در اینجا بیهوده نیست. رفتیم بیا. در کجایت؟ برای بردن کلین حاضر می آیند. از اکه یگید پولی خوب نکنید نمیمونم فهمیدید؟ فهمم. دادم هم بسیاری کیا هستم. از ما دختر گرفتن آسان نیست. نگاه کنید چقدر دانا. آمدند. رفتیم زود. سلام بچه ها. خب ایستو اکایی گید. چی گپ شد بچه ها؟ اکایی گید همین فکر کردین گیری میوید نگر. فهمیدی با فکرم؟ فهمیدم. دردتان را فهمیدم. بر سرمان رازن شدید. مرحمت. ماشاءالله قریب که از بچه ها قرض میگیری با این احوال. همتی معاش خور همین. نباشد کلین رو در خواب میبینی. حلیمه بیا
دیگر. اینقدر عروس زیبا شده ای. کس به کدوم نیت یکی نگاه کند همون خیلی میبیند. مرحمت. دستت رو ده. بیاید بفرما. الهو خوشبخت شوم این دبنی روز. چه گفتی؟ چیزی نگفتی؟ من جان تو رو نگرفته و ارزایل جان نمیدیم. آمدم که تویت رو با ازامو بدل گردانم یکیت. مبارک شما. و شما هم مبارک شما. خوش باشید. دلم در هیجان است. من حوضی تو رو میقبم. آه ببخشیدمک. رو از اینجا. تشکر. شاهدان هم جایشان را گرفتند. از طرف داماد نجیب یلمز و از طرف عروس هنر یلمز. بله، باریزه مراجعت کردهتان به حکومت محله برای خانه‌دار شدنتان هیچ کس زید نیست. برای همین میپرسم که محترمه حلیمه روح نور با یگید گندوزال خانه‌دار میشوید؟ پویش رو زیر کن. پویش رو زیر کن. بله. شما محترم یگید گندوزال با حلیمه روح آقا نور یک روز من با حجت خونه روم. یکی جواب ده. چرا انتظاری؟ وای بچه از تو میپرسن جواب ده. بله گوی یگید در نزد همه عیب می شود. چه گپ شده باشد؟ یگید به تو چی شد؟ تمچر نمرده است. دست سلاح دارم. یگید میموری. بزمین. همه بزمین. بزمین کارتونه. بزمین. جواب برادرم را بدید. حلیمه. خدایا حلیمه رو پروند. حلیمه. حلیمه. کار میشه. سرده منو. سرده.
бошед.